مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیت حومی جامعه که روز 7 یونیو سال 2024 نشر شد، از بازداشت دو لولی زن از ولایت قشقدرای ازبکستان با اتهام مردم فریبی خبر داد. بنا به گزارش نشر شده، زلاله سیف‌اللهی و سال 1994 و یلدوز بردی و سال 1992 ساکن ولایت قشقدرای ازبکستان با راه فریب به باوری سه زن ساکن ولایت ورزوب در آمده با وعده گویا از بلای سر آنها و نزدیکانشان دور کردن خطر سیر و جادو پول و مال این شهروندان را تصرف کردند. از جمله این دو لوله زن سال 2023 برای طلبندگی به دهه هوشیاری نوی ورزوب رفته و به وارد خانه یک زن 50 ساله دهه هوشیاری شده از او یک پیاله چای خواستند. وقتی صاحب خانه برای آوردن چای می رود، با استفاده از حیله خاص در یک گوشه اولی آن زن جادوی از پیش تیار کردهشان را پنهان کردند و سپس آن زن را ترساندند که خانواده او را کسی جادو کرده است و اگر آن جادو را یافته نبرانند و نکشایند فرزندش خودکشی میکند. در نتیجه از سادگی آن زن سوء استفاده برده این دو لولی زن 23,000 سامانی پول نقد، دو تلفن و آرایشات طلایی ساکن هوشیاری را از آن خود کردند. زلاله سیف‌اللهی و در این گزارش جریان بدام جادویشان افتادن زن ساکن دهه هوشیاری را چنین نقل کرد: ما همین طرف ورزاب آمدیم، یک زنه که در خانه‌اش در آمدیم، ما در چای داد سانه در همون گفتیم که خانت به بوی خون هستی، جادو هستی. گفتیم سانه و گفت که گودکود میمرن. گفتیم ما گودکم نمره، همین چیزا یافته به تی گفته ماده. سانه رفتیم زمینه کاواندیم، آب چاش دادیم، از دست ما پرتفتیم همونجا در ما. سانه اگر هم نه هوی نکنانه گودکود میمرن، یک هفته وقت داره. گفتیم سانه گفت که حاضر هوی که مایل گودکم نمرن. گفت سانه 23,000 سامان داد، ما گرفتیم آمدیم. گفت که بچه تا میکشن. گفت بچه خودش دار میکشه، اینم یه هفته. گفت یگان چی بیار. گفت من بچه تا چی کنم. گفت یا همون جادوره من مثلا بچه تا پیش قبل من دیگه در شاه حال دیدم، دیگه نمیدونم من چیکار کردم نکردم. دو تا تلفن گرفتن، تلفن خود ما گرفتن، تلفن ما شو ما گرفتن، گوشوار ما گرفت، چاله ما گرفت، 23,000 سوم ما گرفت. پول دختر چند بود. من گفتم من ندارم سوم. چی کاری کردم؟ من میگم آخه زنه که من پول ندارم. بیار حاضی همت چی میشه بیار که حاضی میکفه. بعد تصرف پول و مال این زن ساکن ورزاب، زلاله سیف‌اللهی و یلدوز بردی و ترک تاجیکستان کرده به زادگاهشان ولایت قشقدرای ازبکستان برگشتند. ولی چند روز پیش طبق ترک عادت امر محال برای ادامه شکار باز به نوی ورزاب آمده با استفاده از این اصول فریب و تهدید با جادو از یک ساکن دهه یک چشمه جماعت عینی 900 سامانی و جواهرات طلایی را تصرف کرده از یک زن دیگر ساکن نوی ورزاب نیز با بهانه برآوردن جادو 1230 سامانی، 5,000 روبل روسی، گوشوار و 5 لباسوار و متاع زنانه را از آن خود کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید به احتمال غالب شماره ساکنانی که به دام فریب این دو لولی زن افتادند خیلی بیشتر از 3 نفر است. بازداشت این دو لولی زن در حالی است که ساختارهای وزارت کارهای داخلی از ماه فوریه به این سو در سراسر تاجیکستان عملیات گسترده را به ضد آنهایی که به فالبینی، جادوگری و جادوبراری و داروخانه مشغولند برای انداخته و تا امروز درباره بازداشت بیش از 200 نفر برای چنین کردار که مقامات آن را قلابی و مردم فریبی می شمارند گزارشان نشر کردند.